تا الان ماست و خیار رو ساده می‌بردی سر میز و میدونم هیچکی بهش نگاهم نمی‌کرد. بهت قول میدم اگر یه بار به این روشی که بهت یاد میدم درستش کنی هیچی ازش باقی نمیمونه. میتونید از این به بعد برای مهمونیاتونم ماست و خیار رو به این شکل سرو کنید که خیلی مجلسی و شیکه. من برای این 3 تا قالب 1 لیوان و نصفی ماست استفاده کردم که ترجیحاً چکیده باشه بهتره. حالا ادویه ها شامل چاشنی ماست و خیار، نمک، فلفل سیاه و نعنای خشک. 2 تا خیار رنده شده رو به مابقی مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم. نکته اصلی اینه که 1 ساشه پودر ژلاتین رو با نصف استکان آب سرد مخلوط میکنیم و میریزیم روی ماست و خیار رو هم میزنیم. قالبا رو یه مقدار چرب میکنیم و از ماست و خیار توی قالب میریزیم و به مدت 1-2 ساعت میذاریم توی یخچال تا ببنده. وقتی که آماده شد خیلی هم راحت از توی قالب جدا میشه. شما میتونید با قالبای دلخواهتون درستش کنید. همین و تمام.